بدون قند و شکر تو کمترین زمان ممکن میتونی این دسر فوق‌العاده خوشمزه و مقوی رو درست کنی که خیلی هم ساده و راحت آماده میشه و یه گزینه عالی واسه افطارهای ماه رمضونه. همراهان لیدیز کوک سلام. اول از همه شیر رو به همراه هر شیره‌ای که دوست دارین مخلوط کنید، بذارینش روی شعله و اجازه بدین مواد گرم بشه. همین که گرم بشه کافیه، نیازی نیست که بجوشه. حالا آب سرد رو به همراه نشاسته مخلوط کنید تا یک دست بشه. بعد هم به موادی که گرم شده کم کم اضافه کنین و مدام هم بزنید تا به غلظت برسه. شعله رو به هیچ وجه زیاد نکنین و از هم زدن غافل نشین. وقتی به غلظت رسید دسر آماده است. برای خوشمزه تر شدنش مقداری پودر دارچینی یا پودر هل به همراه گلاب بهش اضافه کنین و دیگه از روی شعله بردارین. داخل ظرف سرو مورد نظرتون بریزین. با هر چیزی که دوست دارین تزیینش کنین و نوش جان کنین. این دسر رو هم به صورت گرم میتونین میل کنین، هم به صورت سرد. 1-2 ساعت بذارین داخل یخچال کافیه. امیدوارم که دوست داشته باشین و لایک یادتون نره. ممنونم.